سالی سیوم است که او در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است شرکت می‌ورزد. 2 سال اول تا به دور جمهوری راه خط گرفت، اما برای غالب شدن بختش آمد نمی‌کند. ولی همان ذوقی به کتاب و آرزوی طبیب شدن او را مغلوب شدن نمی‌گذارد. از مکامی‌ها تجربه می‌گرفت، دانای خودش را قوی می‌گردانید. بالاخره زحمت‌هایش ثمر آورده غالب و سزاوار مقام اول در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است می‌شود. 23 سال می شود که در این آزمون اشتراک ورزیدم و در 2 سال پیشین تا به دور جمهوری راه خط یافتم و از طرف حکمان با بهای بلند نیز بهاگذاری گردیدم و همچون عنوان افتخاری دارای سرتیفیکات بودم و امسال چون سطح سویه دانشم را باز هم بلند برداشتم، اثرهای مطالعه نمودم را زیاد گردانیدم و از تحلیل درست موضوع با خبر گشتم توانستم غالب جای اول گردم. هرچند در دلم وهم زیاد بود، زیرا پیش از برآمد کردن در نظرم در نزد هر یک اشتراکچی یک حسیات عجیب ما را فرا می گرفت. خود به خود می گفتم شاید سوال را ندانم، شاید چیزی برایم مشکلی آورد، اما همه اینها از من یک آدم ساختند که توانم باز هم مطالعه را زیاد نمایم. مفروضه شرف و از خورده آرزوی طبیب شدن را داشت. برای به آرزوی کودکیش نائل شدن خیلی کوشش میکرد. وقتی که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امکانات‌های نو را در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است به خاطر هوسمندگردانی داوطلبان آزمون وارد میکند، مفروضه عزم میگیرد که اشتراک کرده غالبیت به دست میآورد تا به آرزوی کودکیش نائل گردد. وقتی که نظامنامه آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی تصدیق گردید و به اهل عامه پخش گردید، من نیز نظامنامه را دسترس نموده آن را مطالعه نمودم و وقتی که آگاه گردیدم در برابر مکافات پولی باز به ما شانس میدهند که در آن دانشگاهی که میخواهیم داخل گردیم، من نیز این برای من یک موقعی بود که مرا روحیه بخش مینمود، روح بلند میساخت و آن آرزویی که از کودکی داشتم، میخواستم همچون طبیب در جامعه، همچون یک طبیب باشم که ملت من به من افتخار نمایند. این روح به من روح الهام تازه میبخشید تا اینکه تنبلی را یک سو گذاشتم مطالعه نمایم تا به آرزوهای خود برسم. البته برای به قله مراد رسیدن هر نفر راههای دشوارگذر را طی میکند. از هر شکستی زندگی تجربه گرفته قوی میگردد. قهرمان ما نیز این اصول رو پیشه کرده به قله مراد رسید. در ناحیه ما اصلا مشکلی به دست آوردن همه آن کتاب‌هایی که در نظامنامه آزمون بودند و آن اثرهای نثری روایتی که برای آنها حتی به کتابخانه ملی رفته از آنجا مطالعه می‌نمودم و یا اینکه به شکل الکتریکی آنها را دسترس می‌نمودم و می‌خواندم و از همین سبب تصمیم گرفتم که برای خود یک کتابخانه داشته باشم و آن مبلغی که از طرف ولایت طول 3 سال به ما میدادن و ما را هوسمند می‌گردانیدن زیاده از 112 اثری بدیعی را خریداری نمودم و این حال در خانه برای خود یک کتابخانه خرد دارم. وی همیشه در درس‌ها با همراهی همصنفان و آموزگاران محفل‌ها تشکیل کرده از آنها به طور شفاهی دانش می‌گرفت. وقتی ما با مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه مومن‌آباد که مفروضه آنجا تحصیل می‌کند رفتیم، او را در کتابخانه دریافتیم. آنها سر یک میز نشسته شعر و غزل و موضوعهای ادبیات را به نوبت خوانده تحلیل می‌کردند. از صحبت آنها معلوم شد که همسبقان مفروضه را احترام میکنند. شرافه و مفروضه که طول 11 سال است با هم درس میخونیم و در درس ها خیلی فعال میباشد. وقتی که آموزگار وظیفه خانگی را به ما پیشنهاد مینماید او الکی به درس ها تیار است و از روی خود خیلی کار میکند. هوش و زیرک خیلی زیاد دارد و در درس ها همیشه پیش قدم است. مفروضه در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است از روی نمیناسیون ادبیات کلاسیک اشتراک نمود. او به خاطر غالب شدن در آزمون طبق طلبات نظامنامه آزمونی مذکور زیاده از 50 اثر بدیعی نثری روایتی و نثری کلاسیکی، 150 غزل، 200 رباعی و 2 بیتی، 300 بیت از داستان، 200 بیت از دیگر نوع‌های شعری و 100 بیت قصیده را از بر نموده است. حالا هم در پی آموختن دانش‌های نو بوده، هم روزه به مطالعه ادبیات‌های نو مشغول است. و اصلا در عرفیت میگویند آدم از شکست خود یا می‌آموزد و یا اینکه کلاً مغلوب می‌گردد. من مغلوبیت را به دوش نگرفتم و از باخت آموختم و عین حال غالب گردیدم. باوری داشتم که آن زحمت و تلاش‌هایم بیهوده نیست و
موفق خواهم گشت و وقتی که نامم را در رویخط در جایگاه اول یافتم اصلا برایم یک حسیات بود که درج کردنش برایم مشکل است، زیرا بعد از 3 سال شکست توانستم پیروزی را به دست بیاورم. درست است که در زندگی ما برای به یک چیز نایل شدن ایدئالی خود را داریم. پیوسته از توصیه‌های آن کس استفاده برده زندگی خود را رنگین می‌سازیم. در حیات مفروضه نیز چنین شخصیت‌ها وجود دارند، چون که خود او میگوید والدان اولین ایدئال و کمک رسانی ایشان بودند. در این برابر آموزگاری مؤسسه‌ای که مفروضه آنجا تحصیل می‌کند چنانه باباخان برای به دست آوردن غالبیت او تلاش زیاد کرده است. در رفت آزمون به نهایت شفافیت زیاد بود، زیرا همه آن اکادمیک هایی که به ما سوال جواب می نمودند خود از این موضوع با خبر بودند و ادبیات کلاسیک را خوب می دانستند و سوال جواب مشکل بود، اما اگر شخصی که مطالعه نموده باشد در نظرش همون چیزهایی بود که خود او خوانده است و مطالعه نموده است و منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که به جوانان و نسل جوان ملت چقدر توجه زیاد دارند و پیوسته در پیام ها و عرضهای خود میگویند که جوانان آینده ملتند و ما که آینده ملتیم میخواهیم پیروان اصیل پیشوای ملت باشیم. مفروضه شرف در جماعت شهرک مومن‌آباد ناحیه مومن‌آباد به دنیا آمده است. اویلای آنها هم طبیب میباشند. در چنین محیط به هویت رسیدن او ذوقش را به دکتری زیاد میکند. همین بود که آرزوی طبیب شدن را میکند. میخواهد برای بهتر کردن سلامتی هموطنان خود سهم گذارد. حالا مفروضه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه مومن‌آباد در صف 11 به تعلیم و تدریس فرا گرفته شده است. نبی جان سید ابرار، مومن‌آباد، روزنامه ختلان.